امروز سمبوسه میپزیم و دوامی قصه را نقل میکنیم. خلاصی گپ بعد 5 روزی که ما از قشلاق برگشتم، شوهر ما دم نگرفت کوارتیره. گفت که ما بلیت حج دارم، ما حج میرم میبیام. در همسایگیمون در همون قشلاق یک تا زن و شویی گنگ کار زندگی میکردن. خانه که در او قشلاق بود و او یک قشلاق دیگه بود، بگم که خیلی دور بود، یک نیم ساعتی راه دور ای او خانه دیگری. تا قطعی همی زن و شو زندگی میکنی. گفت قطعی بچه دستم آمدم، بچم کسال، گریپ، تمپراتورا خدمم باشه کسال شدم. بعدی او قروزی که من دنمی کار کردم، شک زدگی ده کار کردم، با زانو کار کردم، بگم همه زانوام درمان ورم. خیلی گفتم با تقدیرم تن میتیم، نخوا که خانه خدا برو بیاید که دروغ بگم. این علاقه چهارم باره که حج میرفت. خلاصه برد مرا در خانه همون گنگک ماند، خودش رفت حج. یک ماه ما در خانه همون زنگی سادم. در خونش 2 تا سگ داشت، 2 تا پیشک داشت. به حد برای ما قیم بود. کامنتهاش در نداشتن. فنیر میموندم که سگاش کامنتای من ندرویان. بسیار عذاب کشیدم. بعدی که ای حج گشت آمد مرا 1 ساعت خبر گرفته، رفت پیش زنی بوده که خودش در شو نایستاد. بعدی وای همخه شهر رفت، از پس کار برو شید. دیدم که دیگه سراغ نمیکنه و وعدهش وفا نمیکنه. همون زنک شوش ماشین داشت. شوش پول دادم، گفتم مرا تا شهر قتی کوچو بندم بر. تا شهر آورد کوچو بندم. در سنتر نوسیبیر زنگ زدم که ما آمدم، زنی میکنی بکن، نمیکنی من راه مخدم میگم. بگم که دیگه یگام راهی دیگه نداشت. روز تا بگه ما کودکی مایده ده دستم خودش مو در به در کوارتیره گفتیم. هوزی آسان شده که پیشتر ایخی نبود، قیم بود، میگفتی در به در میگشتی. بعد گشتیم پرسیدیم یک خانه دو خانگه یفتیم. در 15,000 روبل دو خانگه. سبب دو خانگه گرفتنش در چی بود که شوهر ما آدمایی که ای رئیس نوسیبیرسک میگردوندن، پاسپورت سرخ بود پیشتر بایتون باشه. خانه آورده و یاد دکمن میکرد. بعد ما وایو را نگاه میکردم و ای وزارشین نارودی نکرده رویشون میکرد. یک دو خانگه جزیر افلاس، لیکن ما همیشه خوشبخت بودم که زتا گرفت. خلاصه در او خانه درآمد، ما حیاتی ما باز از سر نو سر شد.